یک سوال داشتم. همین استاد اراده رو چطور مستحکم کنیم؟ اراده رو اراده رو برای مستحکم کردن بهترین راهش دعا میکنید که الله تعالی ای الله مرا به هدفم رسان. هدفهای خوب میمونید و بعد سببهاش می نویسید. کدام کارهای کردن در کار که باید به همین هدف رسید، به همین مقصد رسید. اراده مستحکم میکنه. مثلا خواستید که نماز شب به تأخیر خوانید، ولی که نیت کردید، اراده معناش نیت خواستن. اراده کردید که هر شب نماز تهجد میخوانم، لیکن سحر خستید که الکی وقتی اذان خستید. باید چیکار کرد؟ باید بعد آفتاب برآمدن 12 رکعت نماز خوانده میتید قضایی. مثلا امروز باید زال میرفتید نرفتید، پگاه حتما رفتن در کار. همین خیلی یعنی انما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه علم با آموختن میشد و ملائمی با خودتون به ملائمی میل کناندن و مجبور کردن که میشد. همین گونه حرکت میکنید ان شاء الله میشید. یک اراده که موندید باید به همین مقصد من میرسم گفته عزم میکنید و چیزایی که سبب میشد که شما را از ارادتون دور میکند، همون سببای دور میکردگی دور برطرف میکنید، از بحری همونها میبراید. الله اعلم.